صبحی وقتی که انسان میخیزه، یک کس از دوستای ماست ای در روسیه خوب دعوتگر است و خانمش هم روسی است. فهمیدین؟ خانمش هم روسی است. او میای خانه ما یگان وقتی اینجا کتفلکای خود بازو گفت ما که در روسیه بودم، گفت مردم چی میکردن؟ گفت مردم صبحی وقت ملازان دیگه پیش از اینکه روشنی شوه مردم میخیستن و مبر آمدن بر سپورت. دکترها میگفتن که شما این وقت براین، بسیار خوب هوا هست، خوب اکسیژن هست، خوب هر کس که در این وقت از خانه خود بیرون برای و در این پارکا بگرده بر از چی میشه؟ و این بسیار صحتمند میباشه. میگه ما برشان گفتیم که اینمی وقتی که بسیار وقت خوب است، در کتاب ما که قرآن عظیم‌شان است به این قسم یاد شده است. از همین خاطر گفت مسلمان ها چی میکنن؟ در اینمی وقت آذان گفته میشه و مردم کلی به کدام طرف میرن؟ به طرف مسجد میرن. وقتی که از مسجد مبراین، اینمی وقتی که ما شما به مسجد در نماز صبح مییم و از نماز صبح مبرایم، اینمی وقتی است که وقت بسیار خوب است که کسی در این وقت بیدار میشه و از خانه خود مبرایه. در اینمی آمدن به مسجد در حقیقت اینمی صحت الله نصیب از اونها میکنه. گفت وا تعجب کردن که خوی شما مسلمان ها خیلی امی کاره میگه بله در کتاب شماست که بله سبحان الله. گفت کتاب شما واقعا کتاب حق بوده. من شر ما خلق، وقتی که ما پناه میبره به الله از چی؟ من شر ما خلق، از شر آنچه که الله خلق کرده، از شر تمام مخلوقات مضر است. الله ما به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. بنان از هر چیزی که مضر است، چی جنهای شیطانی هست، چی انسانهای شیطانی هست، چی بعضی از گزنده ها و درنده ها است، از شر کل از ما به کی پناه میبرم؟ به الله سبحانه و تعالی. و من شر، یعنی ما که پیغمبر هستم، از شر کل از اینا به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. پس شما باید به الله پناه برین، به جن پناه نبرین، به درخت پناه نبرین، به موره پناه نبرین، به سنگ پناه نبرین، به قبر پناه نبرین، به پیغمبر پناه نبرین، به ملائکه پناه نبرین. به کی پناه برین؟ به الله سبحانه و تعالی. و من شر غاسق، و همچنان شما بگوین که ما پناه میبریم از چی؟ از شر تاریکی اذا وقب، وقتی که منتشر شود. چون اکثرا وقتی که تاریکی میشه شیطان ها در مناطق مختلف تیت میشن. پس انسان مسلمان وقتی که از هر جای تیر میشه باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. در یک منطقه که داخل میشین میگین اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. وقتی کیره میخونه باز وا دیگه برای ضرر رسانده نمیتونه. اگر کس همین اعوذ بالله را نگفت یا همین اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق نگفت یا بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، باز او چیزهای مضر برای چی میرسانن؟ ضرر میرسانن. و من شر نفاساتی، و همچنان ما پناه میبرم از شر نفاسات. یک تعداد در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در عصر جاهلیت، یک تعداد خانم های جادوگر بودن. حالا مردای جادوگر هم بسیار زیاد شدن که این کارا را میکنن. این زنای جادوگر چی میکنن؟ همون تار دراز میگرفتن، چند قسم تار میگرفتن، سرخ، سبز، گلابی را. بازی دیگه هم چی میکنن؟ نامای شیطانا را میخواندن، بازی چف میکنن، پف میکنن، گری میکنن، دهی جادوگری میکردن. دیگه بگو که پروردگارا ما پناه میبرم از شر اوش زنهای جادوگری که در چی پف میکنن؟ دونمو تارها. فهمیدین؟ یعنی اکثرا پیش جادوگر اوترا که شما برین و باز برات میگه برو چند قسم تار بیار، بازی که تارا را آورد باز دمو تارا چی کده میره؟ پف چف کده میره. فهمیدین؟ یعنی و من شر نفاساتی، زنهای جادوگر چف کننده در چی؟ فل عقدی، در گریه ها. و من شر حاسد، همچنان بگو ما با الله پناه میبرم از شر انسانهای حسادت کننده. بسیار مردم ها هست بسیار حسادت میکنه. خودش موتر 2015 داره، تو گرفتی یک دانه موترک مدل 70 گرفتی، باز میگه ها سکوتی مرد. حالا تو خدمت کرده تا موتر لوکس داری دیگه، تو چرا چیز میکنی؟ خودش موتر داره میگه من یک موترک دارم، و دیگه کسی یک بایسیکل. این حسد است نه؟ این و من شر حاسد، از شر انسانای حاسده که چی میکنن؟ اذا حسد، وقتی که اونا چی میکنن؟ حسادت میکنن. یکی حسادت است که او حرام است، یکی غبطه هست و او حلال است. این فرق بین حسادت و غبطه چی است؟ حسادتی است که تو یک کس میخواه میگه نیت زوال نعمت از دیگر کس داره.
یک کس را میبینی میگه کاش که همین نعمت این نداشته باشه. اما غبطای چی را میگه؟ میگه پروردگارا برازی دادی بر ما هم بده، برازی خوب علم دادی ماشاءالله چه خوب عالم است پروردگارا، اما تو علم بر ما هم بده. علم ازی باشه، علم تو باشه، الله بر ما هم قسم علم بده. تو بسیار جوان با اخلاق هستی، یکی دیگه میگه کاش که مرم الله مثل یاسین واره اخلاق بده. اینه وام می اخلاق داشته باشه، می اخلاق نصیب ما هم بکنه. متوجه هستین؟ اما حسادت تو است که میگه نه پروردگار او را باید بیخی چی کو از دایره او را دور بگردان. سوره دیگه که ما شما خوانیم سوره الناس است. این سوره مبارکه الله سبحانه و تعالی باز بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله اعوذ ما خودم که هستم پناه میبرم به کی؟ به رب الناس، به پروردگار مردم. ما چرا به او پناه میبرم؟ چرا که او خلق کننده هست، او روزی دهنده هست، او شفا دهنده هست، او مالک متصرف این کائنات است. آدم باید به یک کسی پناه بره که او قوی هست، نه به چیزای مخلوق. مثلا بعضی مردم هست به یک مورگک پناه میبره، اگر خودم موره رو ببرید کثافت دانی پرتی او خود نجات دادن نمیتونه. متوجه هستین؟ بعضی مردم هست به یک قبر پناه میبره، اگر مو قبر یک نفر بیل کلنگ بگیره مردهش او سپرته او خود نجات داده نمیتونه. بعضی مردم هست به یک درخت پناه میبره، اگر یک نفر تبر بگیره درخت چپه کنه او درخت خود نجات داده نمیتونه. پس الله سبحانه و تعالی میگه که رسول الله بگو بر مردم که من پناه به کی میبرم؟ بر رب الناس ملک الناس، او کسی که مالک متصرف مردم است، کسی است که در وجود ما او تصرف میکنه. و اله الناس، او کسی اله است که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. من به او پناه میبرم. من شر الوسواس الخناس، از شر کی؟ از شر وسوسه های شیطان کی است؟ خناس. خناس چی را میگن در زبان عربی؟ خناس یک قسم ستاره هاست که او را خنس میگن. کدام ستاره هاست اونا ستاره های هستن که یک دفعه چی میشن؟ روشن معلوم میشه، یک دفعه یک سعی کنی گم میشه، پیدا میشه گم میشه. از اینجا میگه که بگو که رسول الله صلی الله علیه و آله که من پناه میبرم از شر او شیطانه که اگر الله را ذکر کنی گم میشه. وقتی که الله را ذکر کردی گم میشه، اما وقتی که بیدینی کردی و الله را ذکر نکردی پس میعده جانت. از این خاطر خناس همی هست. چه وقت وسوسه میکنن که از زبانت از یاد الله غافل شوه. اما وقتی که در زبان بسم الله الرحمن الرحیم بگویی، قرآن بخوانی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، این شیطان چی میشه؟ فرار میکنه. این شیطان خناس میگه. الذی، او شیطانه که یوسوس فی صدور الناس، در سینه های مردم چی میکنه؟ وسوسه میکنه. برو نماز نخوان، برو قرآن نخوان، برو درس دین نخوان، برو عبادت نکن، برو قرار فیلم سعی کن. یک دفعه وسوسه میشه، میگه ها والا چرا؟ این شیطان بردش به طرف گمراهی. دیگه چی شد؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. فکرتان باشه که شیطان ها تنها شیطان های چی نیست، میگه همین شیطان ها جنی میباشه، گاهی در داخل انسان وسوسه میکنه و گاهی شیطان های انسانی میباشه. یک نفر مثلا میبر تو میگه چی میکنین درس میری میخوان، تو بگی یک فیلم برات بتون، برو همین فیلم سعی کن، تو بیا که برات یک کلیپ بسیار خوبش بتون. این مجرد که کلیپ برات داد، این شیطان انسانی هست. تو دیگه اون کلیپ مجرد که بگیری بگی هو والا چی هست، یک وقت ببینی که غرقت کردن، در روز قیامت ببینی که در عذاب الله گرفتار شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امر میکنه که بگو که ما به الله سبحانه و تعالی پناه میبرم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار صبح. یعنی که الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چون پیغمبرم بود به الله سبحانه و تعالی ایمان داشت و پناه میبرد. از بر مردم رو ما که پیغمبر هستم خودم به کی پناه میبرم؟ به الله سبحانه و تعالی. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از من شر ما خلق، از هر اون چیزی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده، چی انس باشه یا چی جنی باشه، الله سبحانه حضرت محمد صلی الله علیه و از اونا به الله سبحانه و تعالی پناه میبرد. و من شر غاسق اذا وقب، و از شر تاریکی وقتی که منتشر میشه. حضرت محمد صلی الله علیه و از شر امی کسانی که امی جن‌ها یا شیطان‌هایی که در شب از طرف شب مردم را وسوسه میکنه، حضرت
محمد صلی الله علیه و سلم از اونا به الله سبحانه و تعالی پناه میبرم. و من شر و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به الله سبحانه و تعالی از شر نفاثات فی العقد، از شر زنایی که در گره ها پف میکردن و جادوگر که جادو میکردن مردم را. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از من شر حاسد اذا حسد، از حسد کننده که وقتی که حسادت میکنه از او به الله سبحانه و تعالی پناه میبره. بسم الله الرحمن الرحیم. قول بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اعوذ پناه میبرم به رب الناس، به پروردگار مردم. در اینجا یا به ما تفسیر از یا است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته بود که ما پناه میبرم به پروردگار مردم، که بغیر از الله سبحانه و تعالی به دیگه چیزا ما پناه برده نمیتونیم بغیر از الله سبحانه و تعالی. که اینجا گفته ما که پیامبر هستم، ما به الله سبحانه و تعالی پناه میبرم. اگر شما امت ما هستین، شما همچنان به الله سبحانه و تعالی پناه ببریم. مالک الناس که او مالک مردم است و او تمام ما بنده های از او هستیم و ما تصرف از او هستیم. در تصرف ما را زنده کرده و ما را میمیرانه. اگر بخواه مثلا ما صحت پیدا شده باشیم، اگر بخواه مریض میکنه، تمام مالک متصرف ما کی است؟ و او ما را متصرف کرده و الله سبحانه و تعالی مالک مردم است. اله الناس معبود مردم که او معبود ماست و ما بر از او ایمان داریم و نماز میخوانیم. من شر وسواس خناس، و ما پناه میبریم به الله سبحانه و تعالی از شر وسوسه های شیطان خناس. خناس شیطان است مانند بعض از ستاره ها که هدف روشن میشه و بعدا پنهان میشه و هرگاه ما در راه الله سبحانه و تعالی قدم بگذاریم مگم میشه، اما اگر ما از این راه خود انحراف یا دوری کنیم این به ما نزدیک شده میره. الذی او شیطان که یوسوس فی صدور الناس، در سینه های مردم وسوسه میکنه و ما رو نمیمانه که برای الله نزدیک شویم. من الجنة و الناس، چی همون شیطان جنی باشه و چی شیطان انسی باشه ما را از راه الله سبحانه و تعالی گمراه میسازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در درس امروزی بخیر امی سوره را خلاص کردیم. نه بعد که سوره را خلاص کردیم، بعد از او انسان مسلمان مثلا وقتی که سبحانك اللهم را خوانده و دعای دیگه که اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب، امور خوان باز اعوذ بالله بسم الله را خواندیم. نه باز بعد از او چی را خواندیم؟ سوره فاتحه را. بعد از سوره فاتحه یک سوره را خواند. نه اینا هر سوره که انسان میخونه، باز بعد از او که سوره را خلاص کرد، بعد از او چی میگیم؟ میخوایم الله اکبر میگیم. با کجا میریم؟ به رکوع میریم. الله اکبر گفته به رکوع میریم. وقتی که به رکوع میریم، در رکوع ما و شما 3 مرتبه چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم. بگوین سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. آفرین. خب اینا خوب طرف تخته سایل کنین. سبحان ربی باز العظیم است. نه اینا باز چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. خب اینا سبحان پاکیسترا. سبحان پاکیسترا. ربی ای پروردگار من. ربی ای پروردگار من. العظیم که بسیار با عظمت است. العظیم که بسیار با عظمت است. باز بگوین سبحان پاکیست. سبحان پاکیست. ربی پروردگارم را. ربی پروردگارم را. العظیم که بسیار با عظمت است. العظیم که بسیار با عظمت. یعنی انسان وقتی که در چی میره، نه در رکوع وقتی که میره تعظیم میره، میگه نه تعظیم میکنن. سابق مردمای مشرک و بیدین تو را که بودن یا هم تو خدا پخش میکنن برای کی؟ برای امپراتورای خود، برای پادشاه، برای بتا، برای دیگه. انسان مسلمان فقط اما خدا به شکل تعظیم برای کی میکنه؟ به الله میکنه. از این خاطر در نماز ما و شما تعظیم میکنیم و میگیم سبحان ربی العظیم، یعنی و میگیم که پاک است رب ما که او چی است؟ بسیار با عظمت است. فهمیدین نه؟ سبحان ربی العظیم، پاک است پروردگار من که بسیار با عظمت است. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت است. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت است. بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان پاکیست ربی سبحان پاک است. سبحان پاک است ربی پروردگار من عظیم که بسیار با عظمت العظیم که بسیار العظیم که بسیار با عظمت است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت است. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان پاک است رب من العظیم که بسیار با عظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم با عظمت که بسیار با عظمت. خب دعای دومی که ما و شما متوجه هستین، دعای دومی که ما و شما ای هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده است، تسبیح دیگه که آمده است ای است که سبحان ربی العظیم و بحمده. بگوین سبحان ربی العظیم و بحمده. یعنی این هم رسول الله صلی الله علیه و 3 مرتبه گفته است. یعنی اگر هم کس میخونه چی میگیم؟ بگوین سبحان ربی العظیم و بحمده. یعنی انسان مسلمان دمی وقتی که ما و شما یک چیز میخونیم، مثلا هر قدر که انسان سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله به اخلاص بیشتر عمل میکنه، به مو اندازه چی میشه؟ درجهش بلند میشه. مثلا یک نفر است در یک قطار، مثلا در صنفایی که ما بودیم یک وقت، در صنفایی که در کشورهای دیگه است، در یک صنف مثلا 1000 نفر می باشه. یک شاگرد ببینی در پارچش نشست 592، یکی از 500، یکی از 80 بالاخره یک نفر میشه در بین از چی؟ اول نمره. آن انسان میخواد که در روز قیامت در جمله اول نمره های حساب شود. چه قسم میتونی اول نمره گیری در روز قیامت بگیری؟ که مثلا هر حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله که تو عمل میکنی یک درجه تو به پیش الله چی میشه؟ بلند میشه. از این خاطر آدم کوشش میکنه که در نمازهای خود تمام تسبیحات که رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده اگر میتونه یاد بگیره و بخونه. مثلا در بعض نمازها میگه سبحان ربی العظیم، در بعض نمازهای دیگه چی میگه؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. خب اینا معنای چی میشه؟ سبحان پاکیست ربی به پروردگار من العظیم که بسیار با عظمت است و بحمده و حمد و ثنا و صفت است برای او. سیست این خاصان است. یک کلمه است که شما خوبی از او الحمد میفهمین. یک دو تسبیح دیگه هم آمده است که او چی است؟ سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی. یعنی اینجا یک حدیث از خواست احادیث رسول الله هم او را ما براتان بگویم که یک حدیث از او را براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت میکنه در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. حدیث او حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلمی است که میگه کان رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رکوع رسول الله صلی وقتی که رکوع میکرد، نه تو استاد شو رکوع بکن. مثلا او میگه که کان رکوع بکن شو بس اینه. مثلا میگه رکوع رسول الله صلی الله علیه و و اذا رفع رأسه، وقتی که سمی الله لمن میگه رفع رأسه و سر خود بلند میکرد من الرکوع و سجوده و اینا اینجا سجده بکن و سجوده سجدهش سجده کن و سجوده آفرین و سجدهش و اذا رفع رأسه و ما بین السجدتین، اینا ما بین السجدتین چی رو میگه؟ اینی رو میگه. فهمیدی؟ یعنی جلسه قریبا من السوا. چی معنی؟ یعنی همین 4 چیز از چی می بود؟ میگه از رسول الله نزدیک بود که مساوی باشه. این وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اینمی تسبیحات در رکوع میخوان به اینمی اندازه در چی؟ وقتی که سمی الله لمن حمیده میگفت استاد میشد. پس اینا 4 تا چه قسم مساوی میشه که آدم این تسبیحات کلش چی داشته باشه؟ یاد داشته باشه. اینا اگر انسان این تسبیحات میخونه و این یاد میداشته باشه، نمازش مثل نمازی که میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. یعنی ما و شما هدف ما چی است که با تطبیق هر سنت در نیت دانمی باشه که با تطبیق هر سنت ما همون مقام و منزلت ما پیش الله چی شود؟ بلند شود. خوشا با حال کسی که مثلا رتبهش بسیار اونجا بلند باشه. یک نفر است مثلا در روزانه 10 سنت تطبیق میکنه، یک نفر است در یک روز 1000 سنت تطبیق میکنه.
یک نفر میتونه در روزانه 1000 سنت رسول الله صبح که از خواب میخیزه در نمازش در عبادتش تطبیق بکنه. خب این حال یکی از دعاهایی که آمده چی است؟ سبحانك اللهم بگوین سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بگوین سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. خب معنیش چی میشه؟ سبحانك اللهم سبحان پاک است سبحان پاک است سبحانك پاکیست تو را سبحانك پاکیست تو را اللهم یا الله اللهم یا الله ربنا که تو پروردگار ما هستی ربنا تو پروردگار ما و بحمدک و حمد و ثنا و صفت است برای تو و بحمدک و حمد و ثنا و صفت است برای تو اللهم یا الله اللهم یا الله اغفر لی مرا ببخش اغفر لي